سلام. این برنامه رو اختصاص میدیم به بخش دیگری از سوتی‌های دادگاه ورشکسته خامنه‌ای علیه مجاهدین که در سال 402 بعد از 10 جلسه متوقفش کردند تا در اواخر فروردین 403 این سریال کمدی رو دوباره از سر بگیرن. یکی از دلایلی که این دادگاه رو به یه سوتی بازار کمدی تبدیل کرده اینه که عواملی که این دادگاه رو میچرخونن یه مش جوجه بسیجی و بچه اطلاعاتی هن که در نقش قاضی و نماینده دادستان میخوان از هوشمندترین مبارزان این مملکت که هر کدوم بیش از 40-50 سال سابقه مبارزه با شیخ و شاه و انواع و اقسام متحداشون دارن، این فینگیر بسیجی مغز نخودی میخواد مثلا از اینا سوتی بگیره. بابا تو خودتو مسخره کردی. یه نمونهش در مورد شروع مبارزه قهرآمیز مجاهدینه. و یکی از اتفاقاتی که میفته در همین توجیهات حقوقی هست که حقوقدانهای غربی میان و به اینها اعلام میکنن که شما برای کشتار و جنایات سال 60تون میتونید بیاید بگید که ما در دفاع از خودمون دست به سلاح بردیم. شما ادعا بکنید که اگر ما شروع به کشتار کردیم اول ما دست به سلاح نبردیم، اول شروع کننده ما نبودیم و در مقام دفاع وارد شدیم. خب این موضوع یک موضوع کذبی هست. پس می‌بینی نمیاد بگه که مثلا این استدلال غلطه، چون حق دفاع از خود یک حق مشروع برای نوع بشر در تمام جهانه که هر وقت کسی قصد جونت رو کرد تو حق داری از خودت دفاع کنی. اینم نمیتونه اینو رد کنه. میاد چیکار میکنه؟ اونوری میره. میخواد این رو اثبات کنه که مجاهدین اول حمله کردن به نظام و نظام خمینی در دفاع از خودش دیگه مجبور شد چند ده هزار نفر رو قتل عام کنه. آخه حیوانکی. خب این موضوع یک موضوع کذبی هست. چرا؟ چون که ما میدونیم گروهک تروریستی منافقین به سلاحش شناخته میشه. از روز تأسیس اینها مشیشون مشی مسلحانه بوده، سیاستشون سیاست مسلحانه بوده. اصلا هویت این گروهک سلاحشه که در لوگوی اون گروهک هم تجلی و نمود داره. عقل بسیجی که میگن همینه. میگه چون توی آرمشون عکس سلاح هست پس یعنی اینا از روز اول همشون تا میان توی سازمان بهشون سلاح میدن، همینجوری دستشون رو ماشه است، توف 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 توف، مثل این فیلم هست مهماتش تموم نمیشه، همشون در حال شلیکن دیگه تمام. پس اینا شروع کردن. آخه نخود الان تو پرچم موزامبیک هم عکس سلاح هست، تو پرچم گواتمالا هم عکس سلاح هست، تو پرچم هایتی هم عکس توپ هست، تو این پرچم تو اون پرچم عکس سلاح هست. این یعنی همه ملتشون تروریستن. بعد اگر میخوای به آرم مجاهدین ریفرانس بدی، خب توی این آرم شاخه زیتون که نماد صلح هم هست، اون چرا ندیدی؟ پس چرا نتیجه نمیگیری که مجاهدین حافظ صلح هم؟ ادله از این سطحی‌تر نداشتید؟ اینها بعد از تشکیل بارها به محضر حضرت امام رسیدن و امام اینها رو از مشی مسلحانه نهی کرد، این مشی رو نفی کرد، ولی اینها گوششون به این مسائل بدهکار نبود. امام خوبی های اعتقادی داشت. اعتقادش این بود که این انقلاب به پشتوانه مردم به نتیجه میرسه و نیازی به مشی مسلحانه نیست. ولی ما میبینیم که این گروهک متاسفانه گوشش به این مسائل بدهکار نبوده. اولا که در زمان دیکتاتوری شاه اگر اون مبارزات جریان‌های انقلابی مثل فدایا و مجاهدین نبود، اصلا اون قیام‌های سراسری پا نمی‌گرفت. به قول پدر طالقانی از اون خونها بود که سیلاب‌ها برخاست. خون شهدایی مثل حنیف نژاد، مهدی رضایی، جزنی که عکسشون رو توی اون تظاهرات‌ها مردم بالا می‌گرفتن. دوما همون قیام توده‌ای هم در روزهای آخر یعنی 22 بهمن با حرکت مسلحانه مجاهدین و فدایی‌ها به نتیجه رسید که پادگان‌ها رو با نبرد مسلحانه فتح کردن. این عکس‌ها تصاویرش. این تصویر موسی خیابانی و تعدادی از مجاهدینه که در تبریز کلانتری به کلانتری رو فتح کردن تا اون انقلاب به پیروزی رسید. سوماً این که امام ملعونتون گفت جنگ مسلحانه نکنید، نه به این خاطر که اعتقاد داشت قیام خودش به نتیجه میرسه، بلکه ترس خمینی از این بود که مبادا مجاهدین و فدایی‌ها هژمونی انقلاب رو به دست بگیرن و بعد خودش هم عقب بیفته، که این رو ابراهیم یزدی بعداً تعریف کرد.
در تیر ماه 56 بعد از مراسم خاکسپاری شریعتی من به نجف رفتم و با ایشان یعنی خمینی صحبت فراوانی کردم. در آنجا ایشان با جنگ مسلحانه مخالف بود. علت را هم این می‌دانست که در یک درگیری مسلحانه سازمان‌های سیاسی نظامی جلو می‌افتند، چرا که آنها تشکیلات دارند. اگر ما بخواهیم مبارزه را به این نقطه برسانیم، آنها برنده می‌شوند و ما مجبور به تبعیت خواهیم شد. حالا ببینید که این کله لوبیا مثلا چه کشفی از توی کتاب‌های مجاهدین کرده. ما در کتاب 3 خرداد به روایت شاهدان که اتفاقا از تولیدات خودشون هم هست، ذیل اظهارات محمد علی توحیدی، یکی از این متهمان پرونده، میبینیم که میگه میلیشیا ذخیره گرانبهای خواهد بود برای روز رویارویی قطعی و سرنوشت ساز با ارتجاع. اینها به معنای آمادگی برای قیام مسلحانه هست. اینو خود تکی کشف کردی؟ این حرف رو که مجاهدین 100 جا زدن که اون کسی که ما رو مجبور کرد که به جای یک حزب سیاسی معمولی سراغ تشکیل میلیشیا و ارتش خلق بریم خود خمینی بود. توی همون کتاب که به اصطلاح این مستند رو از توش پیدا کردی، اگر جرأت داشتی چند خط بالاترش رو هم میخوندی که اونجا آقای توحیدی دلیلش رو خیلی ساده توضیح داده بود. برادر مجاهد مسعود رجوی در زندان ماهیت خمینی را تحلیل و ارزیابی کرده بود و جریان راست ارتجاعی را به خوبی می‌شناخت. تقریباً مشخص و مسجل بود که کار مردم و آزادیخواهان ایران با این رژیم به جایی نمی‌رسد و آخوندهای حاکم جنگ خونین را تحمیل خواهند کرد. مجاهدین تحت رهبری مسعود به هوشیارانه ترین صورت یکی از توانمندی‌های تاریخی خودشان را بارز کردند و آن تبدیل سریع یک سازمان چریکی زیرزمینی به یک حزب سراسری بود. منتها این کار حزبی و علنی در نظرگاه مجاهدین اصالت و ماندگاری نداشت، نه به خاطر اینکه ما نمیخواستیم، به خاطر اینکه حاکمیتی که روی کار آمده بود تا به تحمل چنین مبارزه‌ای را نداشت، الا اینکه ما به او تحمیل می‌کردیم و ما حد اکثر تلاشمان را کردیم که این مبارزه را به شکل مسالمت‌آمیز به او تحمیل کنیم. داره میگه ما می‌خواستیم یک حزب سیاسی باشیم، ولی اگر شما می‌ذاشتید آخه اون امام خوبی‌های لعنتیت اصلا بالکل با کار حزبی مخالف بود، با تنوع افکار در جامعه مشکل داشت، هیچ تفکری رو بجز اندیشه ارتجاعی خودش نمیتونست تحمل کنه. اصل حزب بازی را به نظر من که در صدر مشروطیت حزب را در ایران درست کردن، حزب بازی را برای همین درست کردن که نگذارن این ملت با هم آشتی کنن. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای اونها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند، تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله. با این تفکر پوسیده که توی این نظام حاکم بوده مگه میشد کار حزبی کرد؟ بی خود نیست که امروز هم دیگه هیچ حزبی توی داخل ایران باقی نمونده. مشکل خمینی که با سلاح مجاهدین نبود، مشکل خمینی با تفکر آگاهی بخش مجاهدین بود که همه کاسه کوزای نظامش رو به هم میریخت. وگرنه برای چی نمیذاشت میلیشیا نشریه مجاهد بفروشه؟ چرا نمیذاشت مجاهدین کتاباشون رو بفروشن؟ چرا این هم میلیشیا رو توی خیابون به شهادت رسوند؟ اینا که توی خیابون کار نظامی نکرده بودن، داشتن نشریه میفروختن، ولی چماقداری شما ریختن، با دشنه و چاقو و گلوله اونها رو به شهادت رسوندن. ظرف 1.5 سال نزدیک 70 نفر. بعد میگی مجاهدین حق دفاع از خود نداشتن؟ توی دانشگاه شریف مجاهدین کلاس تفیین جهان گذاشته بودن، چرا تحمل نکردید؟ ریختید دانشگاه رو بستید برای 3 سال. چرا؟ مشکل دانشگاه چی بود؟
کسی هم مگه هست با درس و دانشگاه مشکل داشته باشه؟ همه میدونن دانشگاه باز نشه مملکت را نمیفته. ولی دانشگاهی که بخواد پاتوقه یه عده‌ای باشه که فقط گروه تشکیل میدن و همدیگر مسلح میکنن، بعد دارن تز میدن، تزشون هم به زور گوله میخواد تو مخ بچهای مردم بکنه، یه مدت بسته باشه. تازه بعد از چندین سال تو این سریال سفارشی اعتراف کردند که دانشگاه پاتوق یک عده‌ای شده بود که تز میدادند و چون ما نمیتونیم با تز اونها مقابله کنیم، چون ما تئوری جذابتری از اونها برای جوانها نداریم، میریم دانشگاه رو تعطیل میکنیم، اسمش هم میذاریم انقلاب فرهنگی. وگرنه چرا نمیذاشتید مجاهدین میتینگشون رو بذارن؟ این میتینگ امجدیه. مجاهدین که اونجا آموزش سلاح نمیدادن، داشتن حرف میزدن، داشتن سخنرانی میکردن. چرا این همه پاسدار و چماقدار فرستادی که گاز اشک‌آور رو سنگ بزنن لطه پارشون کنن؟ خبرگزاری جهان هم خبرشو دادن. بعد فرداش پسر خمینی و تعدادی از نمایندگان مجلس از مجاهدین حمایت کردند که خمینی جوش آورد، فتوا داد که مجاهدین از کفار هم بدترن. منافق‌ها هستن که بدتر از کفارند. ما سوره منافقین داریم، ما سوره کفار نداریم. سوره کفار نداریم؟ ولی سوره کافرون که داریم. که روزنامه‌های حکومتی اون زمان هم مجبور شدن این سوتی امام ملعون رو درز بگیرن و مالی کشی کنن. ما سوره منافقین داریم، ما سوره کفار نداریم. سوره منافقین داریم، سوره منافقین از اول شروع می‌کند. مجلس شورا میخواد مفتوح بشد. می‌دونید که یک بساطی در امجدیه پیش میاد، یک قائله درست میشه و مع الاسف جوانهای ما مطلع نیستن که اینا چی دارن میکنن، اینا اشخاص چی دارن میکنن. و بعضی از اشخاصی که با منم مربوط هستند اینا ملتفت نیستن که مسائل عمقش چی است. دعوای خمینی با مجاهدین که به خاطر حمله سلاح نبود، بلکه به خاطر این بود که میدید حرف مجاهدین توی جامعه داره انعکاس پیدا میکنه و مانع راه اندازی دیکتاتوری مطلقش میشه. فردای همین سخنرانی خمینی مقاله داره روزنامه اطلاعات حکومت که تمام جرم‌های مجاهدین در اون زمان رو برمیشمره. سخنان رهبر انقلاب دیگر شکی باقی نمیگذارد. اینک راحت‌تر و با بینشی روشن‌تر میتوان به قضاوت اعمال مجاهدین خلق نشست. مخالفت با تمام نهادهای انقلاب، مخالفت با پاسداران جان برکف انقلاب، مخالفت با روحانیت تحت عنوان ارتجاع، مخالفت با مجلس خبرگان، تحریم رفراندوم قانون اساسی. اصلا بحث سلاح نمیکنه، بلکه دقیقاً روی همون چیزهای انگشت میذاره که امروز دیگه اکثریت مردم ایران هم بهش اعتقاد دارن. اون روز البته خیلی جیگر میخواست که کسی از این چیزها حرف بزنه، ولی مجاهدین گفتن این حرف حقه، پاشم ایستادن. نه با سلاح، بلکه در اون تاریخ در سال 59 با نشریه، با میتینگ، با جلسه، با کار آگاهگرانه، مخالفت با سپاه و سرکوب، افشای آخوندهای مرتجع، مخالفت با مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان، تحریم رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه. اون موقع مجاهدین شروع کردند، ولی الان الحمدلله حرف اکثریت مردمه. اینا رو چرا توی دادگاهت نمیگی؟ البته اون روز مجاهدین باید بهاش رو با خون و جون میدادند. این حکم قاضی دادگاه بم که در رابطه با یک شکایت مجاهدین به چماقداری مهر زده و حکم داده که به فرمان امام خمینی مجاهدین خلق از کفار بدترند و هیچ احترام جانی ندارند. با این حال، با اینکه خمینی اعلام جنگ رسمی کرده و گفته مجاهدین حق حیات هم ندارند، باز هم مجاهدین در اون تاریخ دست به سلاح نبردند و تلاش کردند تا جای ممکن فضا رو برای فعالیت مسالمت آمیز خودشون ادامه بدند. حالا ببینید که این کدو چنبل چی پیدا کرده مثلا. بله همینجا نگه دارید. اینجا شیوه در واقع کار میلیشیا به این صورت عنوان میشه. میگه شیوه کار ما بدین ترتیب بود
که ابتدا سلاح‌های جسه و مسلسل‌ها را در صندوق عقب ماشین می‌گذاشتیم و در منطقه عملیات آنها را از صندوق عقب بیرون آورده و مورد استفاده قرار می‌دادیم و بدین ترتیب قبل از این کار در صورت درگیری فقط می‌توانستیم به سلاح‌های کمری و نارنجک متکی باشیم. این در واقع در تناقض با دفاعیات گروهی که تروریستی منافقین هست که میگه آقا ما سلاح نداشتیم، ما شروع کننده نبودیم، کسی که سلاح کشید اول ما نبودیم. پس این چی میگه؟ شما در ارگان رسمی خبری خودتون میاد اقرار میکنید نحوه حمل و نگهداری سلاح، اون هم جسه، کلت و نارنجک و استفاده از اون رو بیان میکنید. از دو حال خارج نیست، یا طرف بالکل از شعور فارغه یا خیلی شارلاتانه. این نشریه مجاهدی که رفته آورده نشریه شماره 197 صفحه 9 هست. تاریخ نشریه مال 16 فروردین 63 است، یعنی 3 سال بعد از شروع فاز مسلحانه مجاهدین. بعد تیتر مطلب چیه؟ یادداشت‌هایی از یک میلیشیا. بعد توضیح داره این مطلب که نوشته اینها رو یک رزمنده میلیشیا که الان عضو تیم‌های عملیاتی هست نوشته و قابل توجه این که این یادداشت در نیمه دوم سال 60 تا پایان نیمه اول سال 61 نوشته شده. یعنی خیلی روشنه که این تجربیات یک تیم عملیاتی مجاهدینه، چون بعد از 30 خرداد که مجاهدین وارد فاز قهرآمیز شده بودن و اصلا دیگه تظاهرات مسالمت‌آمیز رو حکومت اجازه نمیداد که برگزار بشه. این چه ربطی داره به تظاهرات میلیشیا تا قبل از 30 خرداد؟ فکر می‌کنی هیچ کس نمیفهمه؟ فقط تو نشریه مجاهد اون زمانو داری؟ بعد جالبه تا آخر کیفرخواستش رو روی همین فاکتور بنجل سوار کرده. بله همینجا نگه دارید. اینجا میگه واحدهای مسلح میلیشیا در خیابانهای مرکزی تهران مستقر شده و منطقه وسیع از قلب شهر را تحت کنترل خود در می آورند. این همون تظاهرات به اصطلاح مسالمت آمیز. یه توضیحی بدید به بنده، این تظاهرات چطور مسالمت آمیزه که از قبل شاخه نظامی براش تدارک دیده میشه، سلاح و مهمات جمع آوری میشه، آمادگی پیدا میکنن، بعد با سلاح جسه میان تو خیابون و قلب شهر رو به گفته خودشون تسخیر میکنن. اینقدر مستند برای من نکن، یه توضیح بدید به بنده، خودتو لوس نکن. این شامورتی بازی دیگه است. این نشریه که داره میخونه نشریه شماره 178 مال 26 آبان 1362 است، یعنی 2 سال بعد از 30 خرداد 60. این مطلبی که داره میخونه یک جمع‌بندی مفصل از فعالیت میلیشیا در سالهای مختلفه و مشخصا این قسمت که داره از روش میخونه مربوط به تظاهرات قهرآمیز 5 مهر 1360 که مجاهدین برای اولین بار شعار مرگ بر خمینی رو با پرداخت شهدای زیاد توی خیابون‌های ایران طنین انداز کردن. اصلا کسی توی 5 مهر از تظاهرات مسالمت‌آمیز صحبت نکرده. همونجا چند خط پایین‌ترش توضیح داده که مزدوران خمینی با انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به روی تظاهر کنندگان آتش می‌گشایند، اما با پاسخ دندان شکن رزمندگان مسلح میلیشیا مواجه می‌شوند. توضیح می‌خواستی؟ اینم توضیح. زمانی که اینها به سلاح‌های خودشون از یک طرف نگاه میکنن، به شاخه نظامی پاره وقتشون از طرف دیگه نگاه میکنن، به یک نتیجه میرسن، به یک توهمی میرسن، میگن که الان ما به سطحی از آمادگی رسیدیم که میتونیم حکومت رو در چند حرکت سریع ساقط و قدرت رو به دست بگیریم. به همین دلیل هم اینها با اعلام قبلی افراد، هوادارها و اعضا و شاخه نظامی خودشون رو به صورت مسلح در 30 خرداد به خیابونها میکشن و کشتار مردم، قتل عام مردم و در واقع احراق و تحریق اموال عمومی و خصوصی مردم رو رقم میزنن. مگه روغنه که رقم میزنن؟ رقم میزنن. آیکیو چه بی سوادی هم رفتن آوردن اینجا که میخواد استدلال حقوقی بکنه. خصوصی مردم رو رقم میزنن.
ته روایت سازی احمقانه‌ش شده این که خودش هم دچار تناقض نمیشه. از یه طرف میگه مجاهدین میخواستن توی 30 خرداد حکومت رو زمین بزنن، ولی از طرف دیگه میگه شروع کردن به کشتار مردم و از بین بردن اموال مردم. آخه اگر کسی میخواد حکومت رو بیاره پایین، چرا بره با مردم درگیر بشه؟ میره نخست وزیری، میره مجلس، میره جماران. آدرس بلد نبودن؟ تو خیابون گم کرده بودن، 500,000 نفر آوردن تو خیابون، بعد نخست وزیری کجاست؟ این اونور کسی نمیدونه؟ باشه، همینجا پس ماشینا رو آتیش میزنی. الان دیگه خودتو کار ندارم، میخوام بدونم مشتری این روایت کی باید باشه. ثانیاً واقعیت اینه که مجاهدین با مردم که درگیر نشدن، این پاسداران خمینی بودن که به فرمان امامشون مثل 17 شهریور به تظاهر کنندگانی که فقط داشتن اعتراض میکردن شلیک کردن و بین 20 تا 25 نفر رو توی خیابون شهید کردند. تعداد خیلی بیشتری رو هم دستگیر کردند که همون شب یا روز بعدش اعدام کردند. ثالثاً مجاهدین که تیراژ نشریه‌شون 600,000 تا بوده، میتینگ 100,000 نفری میذاشتن، برای چی باید اینو ول کنن برن سراغ نبرد قهرآمیز؟ کدوم گروه سیاسی که امکان فعالیت سیاسی علنی داره ول میکنه میره سراغ زندگی مخفی؟ آخه روایت سازیتون هم باسمه‌ایه، چون نمیخوای روایت واقعی رو بگی که مجاهدین میخواستن قبل از اینکه اختناق و سرکوب با عزل بنی سعد توی این مملکت یک دست بشه، در آخرین روز قبل از رأیگیری مجلس با برگزاری یک تظاهرات بزرگ به نظام هشدار بدن که شاید از رفتن به این راه منصرف بشه، ولی بعد خمینی انتخابش رو کرد، سرکوب قهرآمیز که پاسخش هم گرفت، نبرد قهرآمیز مجاهدین. در مورد مشکل اصلی نظام در اون سالیان فقط حرف یکی از کارشناسای اطلاعاتی خودشون رو میشنویم که اصل دعوا سر نحوه مقابله با سمپاتی روزافزون مجاهدین در میان جوانان بوده و نه هیچ چیز دیگه. یکی این که بله سمپاتی ایجاد میکنه. داشتی که یه سازمان 150 نفره 22 بهمن از زندان آزاد میشه، 2 سال بعد شده 100,000 نفر، تیراژ روزنامه شده 600,000 تا. یعنی ما تو کلی از این شخصیت‌های رجال سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی داشتیم پسر سازمانی، اون یکی پسرش حزبی. آقای خامنه‌ای بالاخره خواهرشون جزء سازمان شد، شوهر خواهرش جزء سازمان شد، فرار کردن رفتن عراق. یعنی در بالاترین سطحی که الان ما هستیم هست تا بیایید مثلا به امام جمعه و فرمانده سپاه و نماینده‌های مجلس و فلان. پس این یه جذابیتی داشته دیگه. شما با داعش مقایسه نکنید که فکر کنید یه سری آدمای زامبی، آدمکش فلان اینا هستن. نه، اینا تو تابستون سال 58 4,000 نفر از دانش آموزا رو جذب کردن. حتما چیزی بودی که یه سازمانی بتونه 50 سال 44 اینا تشکیل شدن. چند ساله؟ 56 سال سرپان. سرپاییشون برخلافه که خیلی هم میخوان سازمان رو نحیف و ذلیل و احمق و نه، سرپان. به نظر من هنوزم سرپا هستن. انتخابات 96 سرپا بودن یا نبودن؟ یکی از بحث‌های اصلی بالاخره آقای روحانی اومده ادامه 67 رو برگ کرد توی انتخابات سال 67. حتما سرپا بودن که اون رو برگ انتخاباتی کرد. پس این سمپاتی درسته، ما همین رو می‌خواستیم سمپاتی پیدا کنی و تونسته این جمعیت رو جمع کنه با خودش. آقا سازمان چیز عجیبی بوده، خیلی چیز عجیبی بوده. این حتما سازمانی بوده اگر تو دهه 60 بود. ببین چیز عجیبی بوده. وقتی مسعود رجوی صحبت میکرده، ما سازمان رو نمیشناسیم، دهه 60 هم که لمس نکردیم، الحمدلله چیزی هم که تولید نشده در مورد دهه 60. این خیلی حرف مهمیه که یه سازمان 150 نفر آقا اینا از زندان آزاد میشن، هیچ بدنه‌ای هم ندارن تو جامعه. 2 سال و نیم 3 سال بعد اینا شدن 100,000 نفر میلیشیاشون. پس چیز عجیبیه. پس پدیده شما نمیتونی اینطوری نگاش کنی. پس ما اومدیم گفتیم آقا سازمان واقعا پدیده عجیبی بوده، دست کمش نگیرید. فکر کنید یه عده تروریست اومدن بمب گذاشتن و کشتن و آدم کشتن، ریگی نیست. شما بگیرید و اعدامش کنید تمام بشود. چرا؟ چون رنگ و بوی مذهبی داره. چریک فدایی هم نیست که مارکسیست باشن جامعه مذهبی نپذیرشون. گرفت شد؟ حرف در مورد سوتی‌های این دادگاه زیاده، ولی چون نمیخوایم برنامه طولانی تر بشه این قسمت رو همینجا تموم میکنیم. باقیش ان شاءالله توی فرصت‌های بعدی. وقت بخیر و خدا نگهدار.